بچگی تو مغز ما کردن کنکور، بعد دانشگاه، آخرام که رفتیم دیدیم هیچ کدومشون اونقدر چیز خاصی نبودن. انقدرم کشتیم خودمونه به خاطر این چیزای الکی. متفاوت بودن بد نیست. خودتو زندگی کن. اگه به نقاشی علاقه داری برو این نقاش موفق بشه. اگه به خودتو محدود نکن. این تفکریه که خودت برای خودت قائل میشی که نمیخوای متفاوت باشی، نمیخوای خودتو زندگی بکنی. بابا کاری که دوست داری بکن. بی‌ناموسی در چشمان او موج می‌زند. در این سرمایه فوق تناسلی او یکی از پوست کلفترین پرندگان است. اما این جغد امن شرایطی تنها نیست. درست در زیر خامه‌های جغد یک موش آبی بیقرار زندگی می‌کند. جغد از حضور او مطلع و تمام سوراخ سنبه‌ها را می‌گردد. جغدی خارپسته که از ان کره میگیرد. گوشهایش سیخ و چشمانش هیز. او بالاخره سوراخش را پیدا می کند. سر جزئیات را چرب کرده و حمله را شروع می کند. عادت کنید به بی‌ادا بودن، به واقعی بودن، به لباس تکراری پوشیدن، به بیارایش بیرون رفتن، به قهقهه بلند بدون اینکه فکر کنید الان صداتون تا کجا میپیچه، به گفتن جمله دلم خیلی تنگ شده بدون اینکه فکر کنید طرف پررو میشه، به گفتن درد و غم و قصه و حال بد و نگرانیتون بدون اینکه فکر کنید طرف مقابل چه فکری میکنه. به خودتون بودن، به راحت بودن و سخت نگرفتن عادت کنید. باور کنید دلرباترین ویژگی آدمیزاد همینه. فردا دوباره پاییز میشه، باز دلش ز غصه لبریز میشه، باز ای آسمون بهش بگو پشیمون میشی، به سوز عاشقی قسم که دل خون میشی. ولی تنها کسی که کمکمون کرد دوباره از جامون بلند شیم خودمون بودیم. کسی که وقتی ناراحت بودیم و نخندید خودمون بودیم. تنها کسی که بیکلک برامون وقت گذاشت خودمون بودیم. کسی که اشکامون رو همیشه پاک میکرد خودمون بودیم. سنگ صبور خودمون بودیم و اونی که حرفامون رو فهمید و همیشه درکمون کرد خودمون بودیم. همیشه خودمون پشت خودمون بودیم رفیق. یه زمانی از همه انتظار داشتیم، اما آخر فهمیدیم همه لب و دهنن. اینجا معرفتشون گیر منفعتشونه. تو روزای تاریکمون جز سایه خودمون کسی کنارمون نموند که نموند.